خیلی ممنون، متشکرم. در مورد این که در استسقاء آیا فقط نماز وجود دارد یا دعا هم و نماز وجود دارد، باید بگویم دوتایش وجود دارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گاهی تنها وقتی کسی از او درخواست نموده که برایشون طلب باران کند تنها دعا کرده. مثلا در نماز جمعه از او خواستن که برایشون دعا کند برای باران باریدن. در داخل یعنی بالای منبر دستانش را بلند کرده، بسیار زیاد دستانش را بلند کرده و در هیچ دعایی به اندازه دعای استسقا دستانش را بلند نمی کرد. اینقدر دستانش را بلند کرد که زیر بغلش دیده می شد و از خداوند متعال خواست که باران برایشان بباراند که هر روز از منبر پایین نیومده بود باران بارید تا هفته بعد همون فردی که بهش گفته بود دعا کن که برایمون بارون بیا، همون شخص وارد شد گفت ای رسول خدا، از خدا بخواه که این باران رو قطع کنه. دیگه تمام راه قطع شد، تمام مزارع از بین رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم خندید و دستانش را دوباره بلند کرد در هفته جمعه بعدی و هنوز پایین نیومده بود باران قطع شد. و این از این لحاظ امام ابو حنیفه فرموده که نماز یعنی استسقا نیازی نیست و اصلا وارد نیست، بلکه تنها دعا وجود دارد. اما در احادیث دیگری که وجود دارد در صحیح بخاری، صحیح مسلم و در کتب ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه احادیث صحیح که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نماز خوانده هم دعا هم کرده. یعنی که در مورد نمازش 2 رکعت نماز اول میخوند، مانند نماز مثلا عید در رکعت اول 7 بار تکبیر میکند و رکعت دوم 5 بار تکبیر میکند و در قرائت به صدای بلند نماز را قرائت میکند، سپس خطبه میخواند و بعدا طلب باران میکند و دعا میکند. و این قول صحابه بر این هست، مثل امام ابوبکر، امام عمر و امام علی و همچنین از میان علما مثلا امام شافعی و امام احمد هم بر این هستند. و امام مالک هم میگوید 2 رکعت نماز میخونید، نماز معمولی. یعنی در واقع 3 تا امام بر این هستند که نماز استسقا داریم، فقط امام ابو حنیفه بر این هست که نماز استسقا وجود ندارد. اما این هم احادیث دلیل بر آن است که وجود دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده.